بسم الله الرحمن الرحیم سوره لهب. لهب شعله آتش میگه. در این صورت کلمه لهب شعله آتش ذکر شده، از او خاطر این صورت کلش مسما به سوره لهب میشه. واقعا پشت سر میاد ششم صورت است در نزول خود که قبل سوره تکویر و بعد سوره فاتحه نازل شده. ارتباطش خط ما قبل در اونجا الله بشارت داده بود به نصرت و فتح، در اینجا بشارت میده به هلاک دشمن، سرسخت‌ترین دشمن پیغمبر که ابو لهب است. یا در اونجا الله تبارک و تعالی بشارت داد که فتح و کامیابی آمده. در اینجا الله چی میده که سبب هلاکت مردما سابق که هلاک شدن کی بود؟ اونمو دشمنی پیغمبر بود، مثل که کاکای پیغمبر دشمنی پیغمبر کرده. ابی لهب لقب کیست؟ کاکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که همیشه در دشمنی پیغمبر علیه الصلوة والسلام یک لحظه آرام ننشسته، همیشه فقط به دشمنی پیغمبر برآمده. پیغمبر علیه الصلوة والسلام وقتی که آیات انذر نفسک و عشیرتک الاقربین نازل شد، پیغمبر در کوه صفا برآمد، به هر طایفه و خیل قریش علیحده علیحده صدا داد، کلگی جمع شد. چرا؟ پیغمبر خود صادق بود، هر گپش قابل باور میدانستن. کل قوما جمع شد، برشان گفت پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ اگر من شما را خبر بدم که در پشت اینمی کو دشمن آمده و حمله میکنه، شما این گپی مرا تصدیق میکنه نمیکنه؟ کلگی گفت ای محمد ما هیچ وقت گپی دروغی تو را تجربه نکردیم سری تو، ما بالکل باور داریم. گفت ما شما را از یک دشمن خیلی سخت که عذاب الله است در صورت نپذیرفتن دعوت ما شما را بیم میدم. دیگرها قل چوب شدن. امی ابی لهب خبیث خیست و امی طور گفت الهذا جمعتنا، با می خاطر ما را جمع کردی؟ تبا لک نعوذ بالله، چیست سائر الیوم؟ کل روز میگه هلاکت بالای تو باشه نعوذ بالله. ابی لهب برادر زاده خود میگه این طور دشمن نیست. خو الله عجیب کارا را میکنه. با ما چی درسای عظیم است از خانه پیغمبر، کاکای پیغمبر. الله ده هیچ کافری طور مشخص عذاب ذکر نکرده، ولی با ابی لهب ذکر کرده. قرابت نسبی سبب نجات انسان نمیشه. چیزی که سبب نجات انسان میشه دوستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. دشمنیش اینمی طور دشمنا را الله به عذاب یاد میکنه. خودی الله میگه که تبت یدا ابی لهب و تب. یکی طارق محاربی میگه یک وقت بازار روان بودم، یک جوان بود، مردم دعوت میداد، میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. از پشت سرش یک آدم خیلی معمر روی خیلی چهره سرخ همینطور جوانی برجسته را دیدم که قطع سنگ میزد. پیغمبر علیه السلام و خون مبارک از پای پیغمبر علیه السلام روان بود و میگفت که این بچه دیوانه شده، گپای ازیر نپذیره. از کسی سوال کردم که کیسته؟ گفت مردم برای ما گفت که محمد بیادرزاده امین نفر است که دعوای پیغمبری کرده و این کاکایش است که از پشت سر زده رایسته. مردم من نمیکنه که پیروی از کی بکنه؟ پیغمبر. بسیار سخت است. کسی که دعوت حق میده، ولو که پدرت باشه، ولو که هر کس باشه که مانع دعوت حق میشه، اینی سرنوشتش است. مولا صاحبی که مانع دعوت حق میشه، بفهمی که اینمی سرنوشتت است. اینجا مولایی تو را نجات داده نمیتونه. صحیحه که خود بها میدی، نمازا میخوانی، لیکن مانع راه دعوت میشی، بفهمی که الله به اینمی سرنوشت تو را مبتلا میکنه. مانع دعوت حق نشو. اگر نمیتونی کمک، لااقل زبانی تا و دهانی تا چوب بگی، خاموش بشی، وگرنه اینی سرنوشت است. تبت یدا ابی لهب، هلاک شده. یدا ابی لهب، دستای ابی لهب، و تب و هلاک شوه. دستای ابی لهب باید هلاک شوه. چرا؟ به خاطری که مکمل دستا تمامی کاروباره علیه پیغمبر علیه السلام در دشمنیش انجام داده. یک نفری دکتر دانشمندی که در مذهب نصرانی بود، در عراق در یکی فابریکه های نفت کار میکرد. وقتی قرآن مطالعه کرد، این صورت مطالعه کرد، سبب ایمان شد. سبب ایمان به خاطر شد که زمانی که صورت نازل شد، ابی لهب خبیث زنده و حیات بود و الله خبر داد که ابی لهب چی میشه؟ بگه هلاک میشه. چرا؟ سیصلی نارا، زود است که در آتش داخل شود. گفت خو قرآن به خاطر حق است که در حالت حیات ابی لهب بی صورت آمد و ابی لهب کل برنامه پیغمبر به یک ایمان آوردن خود چی میکرد؟ از بین میبرد. چرا؟ قرآن خبر داده بود که ابی لهب در کجا داخل میشه؟ بگه در آتش. و این که ایمان می آورد آتش داخل میشد؟ نمیشد داخل. لیکن گفت ای ابی لهب ایمان آورده نتانست. قرآن کتاب معجزه است یا نه؟
پیش خبر داده بود. باید ابی لهب ایمان می آورد که کل برنامه پیغمبر غلط ثابت میشد. میشد نمیشد؟ چرا دروغ میبرامد؟ لیکن گفت این نتانست که ایمان بیاره. معلوم شد که کتاب حق است، این برنامه حق است، این دین حق است و کلمه خواند. تبت ید ابی لهب، هلاک شوه دستای ابی لهب، و تب هلاک شدم، ما اغنا عنه، دفع نکرده از ابی لهب ماله مالش و ما کسب، هر چیزی که ابی لهب کسب کرده. قرآن به طور عموم نفی میکنه به ابی لهب نه مالش نه داراییش نه کار و کسب و عمل و کردارش هیچ کدامش برش فایده نرسانده. این بدبختا که میگه ابی لهب کنیزک خود از سویبیه را آزاد کرده. هر روز در کدام روزی که آزاد کرده دوشنبه عذاب از ابی لهب چی شده؟ تخفیف یافته. ایره توسط چی؟ یک کسی خودیده، یا عباس رضی الله عنه یا ابن عباس، کدامی خودیده که عذاب تخفیف شده. ما میگیم قرآن صراحتا میگه که ما اغنا عنه، دفع نمیکنه از ابی لهب ماله مالش و ما کسب، هر چیزی را که کسب کرده. در ما کسبه آزاد کردن کنیز است یا نه؟ حالان که در روایت بخاری آزاد کردن یک امو چی کنیزکش بعد از تولد پیغمبر علیه السلام است، در وقت تولد پیغمبر نیست. باز که خو دیده خو دلیل نیست. باز خو که دیده باشه عمل کافر برای ما دلیل میشه که ما روزی تولد پیغمبر را جشن بگیریم. خب لیکن مردم فریب میده، این ملاها اینا ملاها، یا عجیب مردم فریب میده. الله رحم بکنه. خب قرآن چه میگه؟ از کی را قبول کنیم؟ از قرآن از مولا را؟ از قرآن. سیصلی نارا، زود است که داخل شه ابی لهب در آتش ذات لهب که شعله ور است، صاحب شعله است، و امرأته، زنش هم داخل میشه. الله اکبر. الله آدم نگاه کنه که خاندان در دشمنی پیغمبر نخیزه. این زن میشناسه؟ این زن خار میگرفت در شب در تاریکی در راه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاش میداد که پیغمبر زود در مسجد رفته نتانه، عبادت الله را نتانه. حمالت الحطب که بردارنده زم است. حمالت الحطب بعضی میگه که میرفت در کوها با وصفی که مالدار بودن لیکن صفتای خسیس و پس داشتن، از او خاطر زنش چی کار میکرد. لیکن مفسرین میگه این مناسب شان ابو لهب نبود. ابو لهب بسیار خود کلان میتراشید. حمالت الحطب یا اینمی خاری مغیلان میگرفت رای پیغمبر پاش میداد، یا ایست که شیطانی میکرد در بین صحابه و از پیغمبر نعوذ بالله به بدیات میکرد که کینه و کدورت صحابه مبامره کی پیدا شود؟ بگوی امر پیغمبر. از او خاطر حمالت الحطب میگه. در فارسی میگیم اما کسی که شیطانی و چغولی میکنه چی میگیم؟ ازمکش، آتش در میدنه، اینی کارا را میکرد. فی جیدها، در گردنی ازی حبل، رسپانی است، من مسد، از لیف خرما، از توداده شدگی خرما. این دو معنا داره. یا در دنیا ما می رقم بود، همینطور پشتاره را پشت کرده بود، در گردنش امی تو خورد، پشتاره همونطور مردار شد. یا است که در روز قیامت الله تبارک و تعالی در گردن ازی توقی چی را میکنه؟ بگوی آتشی را. چرا؟ به خاطر که یک درو تلاش میکرد که در راه پیغمبر نعوذ بالله خارا را چی بکنه؟ بکاره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.